بعد از 5 ماه یک کشتی حامل غله روز 1 اوگوست از بندر ادسا به بازار جهانی برآمد. این نخستین کشتی با گندم اوکراین است که برای پیشگیری از گرسنگی شدید در جهان بر اساس سازش با میانروی سازمان ملل متحد به کشورهای خارج انتقال یافت. الکساندر کوبراکوف وزیر زیربناهای اوکراین گفت که کشتی رزان زیر پرچم کشور سیرا لیون صبح امروز از نزد ساحل‌های ادسا شنا کرد. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه گفت آن روز 2 اوگوست به استانبول میرسد. دمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین کشتی حامل غله را نخستین کشتی برای کمک به جهان نامید. به اطلاع مرکز مشترک هماهنگسازی که در استانبول قرار دارد و صادرات محصولات را نظارت میکند، کشتی رزانی با بیش از 26,000 تن جواری به راه برآمد. انتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد از خبری به راه برآمدن کشتی پر از غله استقبال کرد. اوکراین و روسیه تحت نظر ترکیه و سازمان ملل 22 ایول سازش امضا کردند که بر اساس آن از 3 نقطه ساحلی اوکراین ادسا، چرنومورسک و یوژنی باید صادرات گندم شروع شود. پس از هجوم بی اساس روسیه به اوکراین در روز 24 فوریه، راههای انتقال گندم از اوکراین که یکی از صادرکننده های کلانترین غله در جهان است بسته شده بود و این حالت باعث ایجاد بحران غذا در جهان شد. در همین حال نیروهای اوکراین با بمباران منطقه جنوبی این کشور که تحت نظر جدایی‌خواهان زیر حمایت مسکو قرار دارند ادامه می‌دهند. در نواری که روز 1 اوگوست خبرگزاری های روسیه نشر کردند دیده می شود که مردم بعد از تخریب شدن پل ماشینگرد توسط یک کپروک موقتی دریای دنیپر در نزدیکی خرسن را عبور می کنند. بنا به گزارش های روسیه پل را نظامیان اوکراینی در یک حمله تخریب کردند. پل موقتی برای اکثر ساکنان خرسن یگانه راه نجات دانسته می شود و همچنین توسط آن برای نیروهای روسیه که این منطقه را تحت نظارت دارند مواد انتقال داده می شود. خدمات استخباراتی نظامی بریتانیا خبر داد که روسیه احتمالاً 2 پل موقتی را به جای کپروک های تخریب شده ساخته است. نیروهای اوکراین خبر دادند که روزهای نزدیک نیت دارند حمله جوابی خود را برای بازپس گرفتن خرسن شدیدتر کنند.